کودکان آینده درخشان ملت بوده، غمخواری نسبتی آنها وظیفه هر یک شخص، جامعه و دولت میباشد. چطوری که اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امالی رحمان در یکی از برآمدهایشان قید نمودند: کودکان آینده آسوده و آبادی هر یک ملت، ثروت بی‌بهای هر یک عائله، جامعه و دولت به شمار می رود و آنها بخت و سعادت روزگاری هر یک پدر و مادر می باشند. زیرا به دنیا آمدن طفل در هر یک عائله خوشبختی و اقبال نیک می آورد و چون زنگوله ادامه حیات صدا می دهند. حفظ حقوق کودکان معیوب به کنستیتوسیون اساس یافته با قانون جمهوری تاجیکستان درباره حفظ اجتماعی معیوبان و دیگر سندهای معیاری حقوقی به تنظیم درآورده شدند. از جمله قانون جمهوری تاجیکستان درباره حفظ حقوق کودک مقرر نموده است که کودکان معیوب به حیات مکمل در شرایطی که شأن و اعتبار او را تأمین نموده برای فعالانه شامل شدن به حیات جمعیتی به او مساعدت می کند. همچنین با کودکان سالم حقوقهای برابر دارند. سیاست دولت نسبت معیوبان در اساس پرینسیپ های رعایت حقوق انسان، منع بودن تبعیض نسبت معیوبان، تأمین دسترسی توانبخشی، برابری حقوق معیوبان به همکاری های مقامات دولتی و اتحادیه های معیوبان عملی می شوند. با در نظر داشت این در جمهوری تاجیکستان زمینه های مهمی حقوق کودکان معیوب گذاشته شده در تمام برنامه، استراتژی و کنسپت هایی که در سمت های علاهیده رشد اقتصادی و اجتماعی کشور قبول می‌گردند، آید به مسئله های کودکان معیوب تامین نمودن امکانات های برابر از جمله حفظ اجتماعی آنها، پیشگیری معیوب شوی، دسترسی آنها به تحصیل، تیاری کسبی، با نظر داشت وضع سلامتی به کار تامین نمودن آنها، تامینات با داروباری، واسطه‌های تکنیکی و توانبخشی و دیگرها افضلیت داده می‌شوند. با اقدام اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امالی رحمان با مقصد تکمیل بخشیدن حفظ حقوق و پیشبرد منفعت‌های بهترین کودکان سال 2016 در جمهوری نهادی وکالتدار عاید به حقوق کودک تأسیس داده شد. از اولی فعالیت مقامات وکالتدار عاید به حقوق انسان مساعدت به حفظ حقوق‌های معیوبان سمت افضلیت‌ناک و مهم به شمار می رود. حفظ و پیشبرد حقوق آزادی کودکان معیوب در استراتژی مقامات وکالتدار عاید به حقوق انسان در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2021-25 یکی از سمت‌های اساسی فعالیت مقامات معین گشته در این سمت تدبیرهای داخلدار اندیشیده می‌شوند. معین نمودن وضع رعایت حقوق معیوبان توسط سنجش تأمین محیط دسترس و فراگیر برای آنها، رعایت حقوق آنها در مؤسسه‌های بودجه‌باش دائمی، دسترسی شخصان معیوب داشته به تحصیل، برگزار نمودن چاره‌بینی‌های اطلاعاتی و معرفتی جهت تغییر دادن افکار جامعه نسبت به شخصان معیوب داشته همچون شخصان ناتوان و احتیاجمند از جمله این تدبیرها می باشد. قید کردن به مورد است که کارمندان مقامات وکالتدار عاید به حقوق انسان جهت بلند برداشتن معرفت حقوق اهالی وابسته به حقوق کودکان معیوب توسط تلویزیون، رادیو، مطبوعات دوری و الکترونی برآمدها نموده به روند آگاهی اهالی و حفظ حقوق کودکان معیوب مساعدت می نمایند. همچنین جهت باز هم بهتر کردن سطح دسترسی کودکان از جمله کودکان معیوب و تحصیل با تشبث وکالتدار عاید به حقوق انسان و کارمندان شعبه حفظ دولتی حقوق کودک دستگاه وکالتدار عاید به حقوق انسان پیوسته در مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی، مکتب اینترنت‌ها و مؤسسه‌هایی که کودکان معیوب در آنجا قرار دارند سنجش‌ها می‌گذرانند. آموزش و تحلیل های سنجش های در این سمت گذرانده شده نشان می‌دهند که در این سمت هنوز هم مسائلی هستند که حل آنها دقت بیشتر را طلب می‌نمایند
از جمله نورسوی کادرهای اختصاصناک برای تعلیم کودکان معیوب در مؤسسه ها، دسترسی کودکان معیوب به بیناهای مکتب ها، اطلاعاتانی جامعه درباره حقوق ها و احتیاجات مخصوص این کاتگوری کودکان. از نتیجه سنجش ها جهت برطرف نمودن کمبودی‌های جای داشته به وزارت دارایی داخلدار توصیه‌های وکالتدار عاید به حقوق انسان پیشنهاد می‌گردند. نتیجه سنجش ها همچنین با اشتراک طرف‌های منفعت‌دار مورد بررسی و محاکمه قرار داده می‌شوند. وزارت دارایی ها در نوبت خود جهت برطرف نمودن کمبودی‌های جای داشته چاره‌اندیشی نموده وکالتدار را در این باره خبردار می‌نمایند. وکالتدار عاید به حقوق کودک در این باره در معروضه سالانه خود مسئله گذاری نموده جهت بهتر نمودن وضع در این سمت حقوق کودک توصیه‌های داخلدار پیشنهاد نمودند.